خب سلام خدمت دوستان. یه دستگاه 30,000 داشتیم که نشتیشو اگه ببینید یکی اینجا، یکی هم این پایین خیلی ریزه. این قشنگ اینجا این قسمت رو ببینید. خب این تقریبا دیگه تمام این یوهای داخلی دیگه تقریبا رو به نابودیه. باید همشونو حالا مثلا با جوش زنده کنیم. حالا بریم که مراحل جوشکاریشو با هم دیگه ببینیم و برای جوشکاریش هم انجام بدیم و پایان کارم براتون بذارم. این ظاهر زیاد خوبی واسه دستگاه پیدا نمیشه، ولی خب مشکلش برطرف میشه. الان این تمام جوشا رو انجام دادیم، بریم تو تشت آب بذاریم. خب اینم از جوشمون، جوش زدیم و الان این رنگی که داری میبینید به خاطر کیلریه که روش زدم. بعد یه قسمت دیگه هم نشی داشت، باز دوباره این قسمت، یعنی کلا رادیات پوسیده، ولی از نظر من زیاد ارزش جوشکاری و هزینه نداره. ولی خب دیگه مشتری اصرار داشت این کارو کردیم. خب حالا بریم جمعش کنیم و وصلش کنیم. مراحل پایان کارم براتون میذارم و امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون باشه.